در این قسمت برنامه مصاحبه اختصاصی داریم با یکی از چهره‌های شناخته شده بسیج که با حضور پرشور خودش در همه میادین و اکثر مراسم و با زدن مشت محکم به دهان یاوه‌گویان و لگد ناجور به استکبار توانایی‌های بسیج را به جهانیان به اثبات رسانده است. بسیاری از کارشناسان نبوغ و ولایت پذیری ایشون رو دلیل خوبی می‌دانند تا این بسیجی مشهور نامزد انتخابات ریاست جمهوری 92 شوند. البته اگر ایشون رئیس جمهور شوند مطمئناً وضع از این که هست که دیگه بدتر نمی‌شود. من خدمت شما سلام عرض می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله عظما امام خامنه‌ای. جناب برادر بسیجی، شما الان کجا هستید و از کجا تماس گرفتید؟ من از ایران پایتخت تهران تماس میگیرم. ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. ما تعدادی سوال داریم که امیدواریم شما به عنوان یک فرد فعال در همه زمینه‌ها بتونید برای نسل جوان روشنگری کنید. امیدوارم از این که سوال‌هایی که پیش می‌آید بتوانم به عنوان یک فعال سیاسی و فعال دانشجویی به پاسخ‌های شما بدهم. بسیار ممنونم. ما هم امیدواریم. برادر بسیجی ولایت مدار، با توجه به سیل تهدیدهای صهیونیستی که جمهوری اسلامی را هدف قرار داده، شما برای دراز مدت و بیمه کردن جمهوری اسلامی و نسل آینده فکر می‌کنید چه خاکریزها و پایگاه‌هایی را ما باید ایمن سازی کنیم؟ کشوری که در آن جمهوری اسلامی می باشد و نامش جمهوری اسلامی است باید تمام جواهر و اعضای آن اسلامی باشد. ما باید اول پایگاه ها را از مدارس شروع کنیم و سپس به دانشگاه ها انجام بگیرد. احسنت. به مناسبت اول مهر و بازگشایی دانشگاه ها میخواستم ازتون بپرسم به نظر شما که یک فعال دانشجویی هستید، دانشگاه‌های ما چگونه می‌توانند کیفیت تدریس را بالاتر ببرند؟ آنها باید بین زن و مرد فرق بگذارند و باید دو جنس مذکر و مؤنث با هم باید سوا بشود تا بتوانیم بیشتر آشنا به تدریس و آن قرار بگیریم. ولی در این زمینه سوالهای زیادی در ذهن جوانان هست و بعضی میپرسن چرا نباید دو جنس مخالف در یک جا قرار بگیرن و با هم تحصیل کنن، که سوال مهمیه. چرا باید دو تا جنس مخالف در یک جا واقع بگیرن و تحصیل بکنن؟ این خیلی مهمه. کشور جمهوری اسلامی یک کشور اسلامی است و نایب امام زمان در آن حکم فرماست و نگاه دارنده آن است و پرچمدار آن حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای می باشد. پس شما میفرمایید چون کشور اسلامی است باید تفکیک جنسیتی انجام بگیره. بسیار متین. دلیل این حجمه‌ای که رسانه‌های بیگانه و شبکه‌های ماهواره‌ای را انداختن در آغاز سال تحصیلی چیست؟ آیا میخوان به نوعی جو مدارس را ناآرام کنند؟ ما از اینجا به تمام شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های بیگانه اعلام می‌کنیم هرگز نخواهیم گذاشت که دانشگاه‌های ایران و مدارس ایران مورد دستخوش ناآرامی‌ها قرار بگیرد. خب اینا به نظر شما چه چیزی از ملت ما و چه چیزی از مسلمان‌ها میخوان؟ چه چیزی براشون مهمه؟ اینها براشون اصلا مهم نیست که آیا کشور اسلامی در جهان باید به وجود بیاید یا خیر. این برای اونها اصلا اهمیتی نداره و میخوان 1,500,000 نفر که در جهان مسلمان وجود دارد همگی آنها را به جان هم بندازد. میشه یه مثال بزنید؟ خودتون میبینید که در سوریه این اتفاق افتاده است. در هر چیزی اتفاق افتاد و الان مسلمان کشی در آنجا انجام میگیرد. چه کسی به نظر شما باید جوابگوی این وضعیت باشه؟ آیا نباید آمریکا جواب بده؟ آیا نباید اسرائیل جواب بده؟ بله، قطعاً آمریکا و اسرائیل باید جواب بدن. حق با شماست. ولی تا به کجا و تا کی چنین وضعیتی رو در جهان شاهد خواهیم بود؟ تا زمانی که این اسرائیل قاسم غده سرطانی از جهان برچیده نشود و از نقشه جغرافیایی محو نگردد، بدانید ای ملت‌های دنیا
ای مسلمانان جهان، ای مسیحیان، ای کلیمیان و مذاهب دیگر، بدانید آرامش نخواهید دید. احسنت. ادبیات شما بسیار شبیه ادبیات آقای احمدی نژاده. بسیاری معتقدن که ایشون ایده های شما را کش میره و شما در واقع مغز متفکر نظام هستید. من منتظر سوالات شما می باشم. ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم.